گم شو ببینم دختره پررو. مامان چیزی که نشد. عزیزم آخه تو چطور مادری هستی؟ حق منو برداشتی دادی به پسرات؟ مگه من دخترت نیستم؟ مگه نمیبینی وضعیت ما رو؟ آخه به تو چه ربطی داره؟ مگه مسئول مال من تویی؟ برو از خانواده شوهرت بگیر. من سر جهازت حق تو رو کامل دادم. بابا نمیخوای چیزی بگی تو؟ چی بگم آخه بابا؟ اوی داماد گدا باشه تمام این حرفا رو تو یاد دختر من میگی آوارش میکنی سر من. مادر جون نکن، زشته. احترام خودتو نگرد. به والله اینا تو روش دارم میگم. چقدر تو خونه دعوامون شده. گفتم درسته دستمون خالیه، ولی کور بشه اون چشمی که دنبال مال شما باشه. اصلا بمیره اون دومادی که چشمش دنبال مال پدرزن و مادرزنش باشه. بابا تو چیزی نمیخوای بگی؟ آخه من نمیدونم چرا همه مال و اموالتون رو زدین به نام پسراتون؟ مگه من بچه‌تون نبودم؟ من چیکار کنم دخترم؟ همه کار مادرته. شنیدی که چی گفت؟ همه کار منم. حق پسران بود که بهشون دادم. فامیلی ما رو نوای پسریم یدک میکشن. فهمیدی؟ باشه ماما سنگ پسراتو به سینه بزن، ولی من بدبختم که همیشه تو تموم مشکلاتت بودم. عزیزم بیا بریم. خودشون به موقع میفهمن که چه کار اشتباهی نه کردن. آخه نگم که نمیشه، بذار بفهمن که چه بلایی میخواد سرشون بیاد. مثلا چه بلایی؟ خوب خودتون آواره کردین دم پیری، هر چی زدین به نامشون گذاشتن برای فروش. بیا بریم، به ما ربطی نداره. برو. عزیز زندایی ها اومدن سراغت.